بارها شنیدید که احیانا مغز کنترل بدن ما رو بر عهده داره و اون ذهن ماست که میتونه کنترل بدن ما رو به عهده بگیره. اما نکته جذابی از مطالعات اخیر در طی یک دهه اخیر پیش آمده و اون نکته اینه که بدن ما هم میتواند ذهن ما رو هدایت کنه. به عبارت دقیق‌تر، اگر ما به بدنمون فرم یا مجموعه از تمرین‌ها بدیم که این تمرین‌ها میتواند در وضعیتی باشد که وضعیت مطلوب است، اون وقت ذهن ما هم اون رو میپذیره، یا به عبارتی ذهن ما هم فریب میخوره و این نقش رو میپذیره. پس اگر مجموعه این نکات رو با هم دیگه تمرین بکنیم، ذهن ما هم پذیرای اون خواهد بود که در همون نقش و در همون وضعیت ما قرار داریم. اولین نکته اینه که شما بدن خودتون رو در وضعیتی قرار بدین که این وضعیت مربوط است به افرادی که اعتماد به نفس دارن. سر بالا، کمی چانه از وضعیت خمیده بالاتر، نگاه به رو، شونه ها تا جایی که میشه پایین و به سمت عقب، و البته سینه جلو، شکم کمی شاید به ویژه اگر شکم بزرگی دارید داخل، و احیانا کمی شکل و فرم شاید یک کتی پیدا کردن. این رو به عنوان یک تمرین پیش از شروع جلسه لطفاً امتحانش کنید. وقتی وارد جلسه شدید سعی کنید فرم بدن خودتون رو به حالت عادی برگردونید، اون چیزی که به طور معمول از شما سر میزنه. اما امیدوارم که اون چیزی که از شما به طور معمول سر میزنه وضعیت گرفته، پیچیده، پاهای رو هم گره خورده یا بدن مچاله شده نباشه، بلکه تا جایی که میتونید به همون فرم مطلوب اولیه برگردید. سر بالا، چونه مستقیم، نگاه مستقیم، شونه‌ها پایین و کمی عقب، و البته تا جایی که میتونید قد کشیده. اگر روی صندلی میشینید به صورت عمودی و کاملا مشخص و کاملا مسلط نسبت به موقعیت و شرایط بنشینید. اما نکته دوم لبخند زدنه. به طرز عجیبی لبخند زدن روی مغز ما اثر میگذاره. حتی اگر شما خنده های بلندی رو پیش از یک جلسه یا یک موقعیت کاری دارید تمرین میکنید، بد نیست با قهقهه ببریدش داخل جلسه، یعنی قبل از جلسه البته قهقهه بزنید و این قهقهه زدن رو دست کم 3 دقیقه ادامه بدید. بعد از 3 دقیقه به طرز غریبی ذهن فریب میخوره و واقعا فکر میکنه شما در موقعیت شادی قرار گرفتید. وقتی شما لبخند میزنید آندروفین شما میره بالا، یعنی ذهن فریب خورده و شروع میکنه به ترشح آندروفین، عنصر یا هورمون شادی، و این باعث میشه که شما شادتر وارد جلسه بشین. وقتی لبخند میزنید حال بهتری دارید و مطمئن باشین به طرز عجیبی مطالعات همین رو نشون داده، اثبات هم کرده که شما وقتی لبخند میزنید حتی صداتون دلنشین‌تر به گوش مخاطب میرسه. و نکته جذاب‌تر اینه وقتی مخاطب دلنشین‌تر میشنوه و شما خودتون هم صدای خودتون رو دلنشین‌تر میشنوید، واقعاً دلنشین‌تر سخن میگید. اما نکته سوم، آهنگ صدای شماست. نه اونقدر کند صحبت کنید که حوصله سربر باشه و نه اونقدر تند صحبت کنید که طرف مقابل نتونه هضم بکنه کلام شما رو. از مجموعه از سکوت‌های استراتژیک خوب بهره بگیرید، یعنی وقتی دارید صحبت میکنید یه جاهایی مکث کنید تا مخاطب شما کاملا جمله قبلی شما رو درک بکنه. نکته جذاب اینه اگر اینو تمرین میکنید قبل از هر جلسه کاری یا قبل از حضور در یک جای سخنرانی، حتما جذابش اینه که بر روی بدن شما اثر میگذاره و این بدن شماست که این بار فرمان مغز شما رو به عهده میگیره و نه تنها اعتماد به نفس شما رو افزایش میده، بلکه تسلط شما رو بر کلامتون، بر چیزی که میخواین عرضه بکنین چند برابر میکنه. اما نکته چهارم اینه که چگونه راه میرید. پیش از حضور در جلسات و یا در پایان جلسات و یا احیانا سخنرانی که به شما فرصت و امکانی میده که قدم بزنید، برخلاف من که بهم گفتن از اینجایی که هستم تکون نخورم، اگر تونستید قدم بزنید حتما قدم‌های خودتون رو بلند کشیده تا جایی که مصنوعی به نظر نمیرسه، قدم‌های بلند و البته محکم و البته کمی تند، نه اونقدر تند که بدوید، به ویژه اگر در حال سخنرانی هستید، اما اونقدری که بالاخره شما بتوانید استحکام وجودی و قامت تحرکی خودتون رو نشون بدید. این مسئله دوباره هم بر مخاطب شما اثر میگذاره و هم بر بدن خود شما و اعتماد به نفس شما رو افزایش میده و قدرت کلام شما رو برای انتقال چند برابر میکنه. اما نکته پنجم، ارتباط چشمی. اونهایی که چشم میدوزند به طرف مقابل و کلامشون رو میگن، یعنی آنکه قدرت کلام خودشون رو باور دارن و البته نه تنها به استحکام بلکه به حقانیت کلام خودشون ایمان دارن.
پس وقتی که دارید ارتباط برقرار میکنید حتما سعی کنید که به طرف مقابلتون زل بزنید. اگر که احیانا در یک جلسه آنلاین که این روزها خیلی پر رونق شده دارید شرکت میکنید، مستقیم به دوربین نگاه کنید. این نگاه کردن مستقیم به دوربین یعنی مستقیم نگاه کردن به مخاطب. اگر در جلسات و کلاس‌های آموزشی هم شرکت میکنید این نکته رو رعایت کنید. ارتباط چشمی عامل پنجم از مجموعه‌ای است که ما به شما یادآوری کردیم برای اینکه اعتماد به نفس بالاتری رو هم خودتون داشته باشین و هم بتونید به مخاطبتون انتقال بدید. این 5 نکته اگرچه خیلی ساده به نظر میرسن، اما رعایتش علاوه بر اینکه مخاطب شما رو تحت تاثیر قرار میده، خود شما رو هم تحت تاثیر قرار میده. بدن شما مجموعه این اتفاقات رو به عنوان فرمان خوشایند درست زندگی کردن و اعتماد به نفس بالا به ذهن مخابره میکنه و ذهن هم اون رو کاملا میپذیره. این 5 نکته رو از یاد نبرید. اگر فکر کردید که این ویدیو برای شما یا دوستانتون مفیده، قبل از هر چیز سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم یادآوری کنید که سابسکرایب کنن کانال ما رو. و البته اگر که فکر میکنید برای دوست دیگری مفیده که دسترسیش کمی فعلا مشکله، برای روزی که دسترسی پیدا میکنه این دکمه رو بزنید و براش ارسال کنید. ممنونم.